رمان همخونه اثر مریم ریاحی، قسمت 9. دوستان عزیزم، داستان رو تا اونجا براتون خوندم که یلدا از خواب بیدار شد و متوجه شد که شهاب توی خونه نیست. کمی توی خونه چرخ زد، با نرگس صحبت کرد و بعد تلفن کامبیز رو جواب داد. بعد تصمیم گرفت به اتاقش بره و اتاقش رو منظم کنه. و حالا ادامه داستان. پنجره اتاق یلدا پنجره خوبی بود و نورش کافی بود. بسیار هم دلباز بود. یلدا پرده رو جمع کرد و پنجره رو باز کرد. چه هوای خنکی! دیگه عصر شده بود و هوا سردتر از قبل بود. یلدا نفس عمیقی کشید. روسریش رو سرش کرد و دستمالی آورد تا شیشه رو برق بندازه. همونطور که مشغول تمیز کردن بود، پنجره آپارتمان روبرو که درست در مقابل اتاق یلدا بود باز شد. یه پسری با یه لباس نامناسب جلوی یلدا ظاهر شد. یلدا وانمود کرد که اصلا اهمیتی نمیده و ناخواسته دستش رو به سمت یقه لباسش برد تا مطمئن بشه چیزی معلوم نیست و بعد دوباره به کارش ادامه داد. اما انگار همسایه‌شون قصد رفتن نداشت. یلدا از ادامه کار منصرف شد و پنجره رو بست و پرده رو کشید. هرچند که بود و نبودش برای اون واقعا فرقی نمی‌کرد. ساعت از 9 گذشته بود و هنوز خبری از شهاب نشده بود. یلدا واقعا خسته بود. به ساعت نگاهی انداخت و گفت یعنی ممکنه اصلا نیاد؟ خدایا آخه تنهایی اینجا چطوری بخوابم؟ کاش یکی پیشم بود. و تازه به واقعیت‌های دردناک زندگی جدیدش پی برد. اون حتی کلید خونه رو نداشت که اگه بره بیرون حداقل بتونه به بازگشتش فکر کنه. با خودش فکر کرد اگه شهاب به خونه برنگرده اصلا به خونه حاج رضا برگرده و به اون بگه که نمیخوام، نمیتونم، شما این شرایط سخت رو برای من توضیح نداده بودین. اما باز با خودش گفت ولی حاج رضا به من مهلت داد تا خوب فکر کنم. خدایا کمکم کن، ازت خواهش میکنم. یلدا مضطرب شده بود. اونقدر که اصلا نمیتونست غذا بخوره. از این جور زندگی کردن متنفر بود. دلش میخواست شهاب بیاد خونه. چراغ اتاقش رو خاموش کرد و پشت پنجره وایستاد. ساعت از 11 گذشته بود. صدای خنده بلند زنونه‌ای رو شنید که از طبقه بالا می اومد. چقدر دلتنگ بود. کاش اون هم کسی رو داشت. چقدر بیکس شده بود. پنجره رو باز کرد تا صدای خنده ها رو بهتر بشنوه. از صدای خنده دیگرانم خوشحال می شد. ای کاش اون روزها زودتر تموم می شد و مهرماه زودتر می اومد تا دوباره بره دانشگاه. دلش برای همه تنگ شده بود. برای همه دوستاش، همه استاداش و حتی سهیل چقدر نیاز داشت تا کسی اون رو دوست داشته باشه. یاد کامبیز افتاد و با خودش گفت بهتر باش تماس بگیرم. اما می ترسید. شایدم خجالت می کشید. لحظه ها هم سریع می گذشت هم خیلی تند. به جز تیک تاک ساعت هیچ صدایی توی خونه نبود. وحشت عمیقی دل یلدا رو پر کرده بود. تلویزیون رو روشن کرد تا صدایی توی خونه بپیچه و دوباره پشت پنجره وایستاد. اغلب چراغا خاموش شده بودند. صدای خنده ها هم قطع شده بود. ساعت از 12 گذشته بود. یلدا طاقت نیاورد و به سراغ شماره کامبیز رفت. شماره رو گرفت. الو، سلام. سلام، شما؟ آقا کامبیز، من یلدام. کامبیز که تعجب کرده بود دست باچه جواب داد یلدا خانم چی شده؟ کامبیز ببخشید تو رو خدا این موقع مزاحم شما شدم. راستش شهاب هنوز نیامده. منم شمارش رو ندارم. میخواستم شما اگه براتون زحمتی نیست یه تماس باش بگیرین. اگه نمیخواد امشب بیاد من به دوستام زنگ بزنم که بیان دنبالم. چون راستش توی این تنهایی خیلی میترسم. تا حالا شب تنها نبودم.
اینجا هم برای من غریبه است. خلاصه پسره احمق هنوز نیومده؟ آخه تلفنش خاموشه. تا چند لحظه پیش من خودم باهاش کار داشتم. هرچی شمارش رو گرفتم فایده نداشت. دستگاهش خاموش بود. حالا شما نگران نباشید. من دوباره سعی میکنم باهاش تماس بگیرم و اگه جواب نداد میام دنبال شما، هر جا خاصی میبرمتون. ممنونم. یلدا از اینکه بالاخره به کامبیز زنگ زده بود خوشحال بود. ته دلش امیدوار شده بود که دیگه تنها نیست. 10 دقیقه بعد تلفن زنگ زد. کامبیز بود که از یلدا میخواست که آماده بشه و بیاد پایین. یلدا خانم، زودتر آماده بشیم بیایم پایین با هم بریم یه جایی که فکر میکنم اونجا بشه شهابو پیدا کرد. کامبیز، اگه لطف کنی من رو تا خونه دوستم برسونید ممنون میشم. یعنی نمیخواین دنبال شهاب بگردین؟ نمیدونم، آخه دلیلی نداره. شاید دلش نمیخواد برگرده. غلط کرده؟ مگه با اونه؟ بالاخره که چی؟ شاید فردا هم نمیخواد بیاد. اون وقت تکلیف شما چیه؟ هر شب که نمیشه خونه دوستاتون برین. یلدا که کامبیز رو طرفدار سفت و سخت خودش میدید احساس خوبی پیدا کرد و به سرعت آماده شد و اومد پایین. سوار ماشین کامبیز شد. سلام، شبتون بخیر. آقا کامبیز، من کلید خونه رو ندارم. در رو هم بستم. یعنی شهاب کلید به شما نداده؟ نه، چون امروز اصلا همدیگه رو ندیدیم. اشکال نداره، اگه پیداش نکردیم میرسونمتون خونه دوستتون. بعد از چند دقیقه جستجو کامبیز به دومین جایی که احتمال میداد شهاب بره سر زد و عاقبت موفق شد. اومد پیش یلدا و گفت یلدا خانم، شما توی ماشین باشین تا من برگردم. یلدا ساکت اما مضطرب بود. ماشین مقابل یک کافی شاپ توقف کرده بود و این کافی شاپ برای یکی از دوستا و همکلاسی های شهاب بود. کامبیز و شهاب با دوستاشون اغلب می اومدن اینجا. نگاه یلدا کامبیز رو که به داخل کافی شاپ میرفت بدرقه کرد. بعد از چند لحظه کامبیز با سرعت اومد بیرون و به طرف ماشین دوید. یلدا پرسید چی شد؟ اینجاست؟ میاد؟ آره، اما ما زودتر میریم. اما کلید نداریم. کلید رو گرفتم. آخه با یکی از بچه‌ها اینجاست که قراره اونو برسونه. بعد میاد خونه. البته شما خیالتون راحت باشه. من توی ماشین میمونم تا شهاب بیاد. آقا کامبیز، تو رو خدا ببخشید که من این همه مزاحمتون شدم. کامبیز خنده قشنگی کرد و گفت یلدا خانم، با من تعارف نکنین، چون در این صورت معذب میشم. از حالا به بعد هر کاری داشتین با من تماس بگیرین، باشه؟ یلدا هم یه لبخند قشنگ زد و گفت چشم. کامبیز در ادامه گفت یلدا خانم، از رفتارهای شهاب دلگیر نشین. الان فرصت خوبی برای گفتن بعضی چیزا نیست، اما همینقدر بدونین که شهاب سالهاست که دوست و رفیق منه، مثل یه برادر، یا بهتر بگم نزدیکتر از برادر منه. اون پسر خوبیه، ولی خب الان موقعیت زیاد جالبی نداره. شما به دل نگیرین اگه رفتارش سرد و توهین‌آمیزه. صورت یلدا جدی شد و نگاهی به کامبیز انداخت. بعد از چند لحظه گفت من از رفتارای اون ناراحت نمیشم، چون اصلا رفتارش برام مهم نیست. فقط انتظار دارم اون طوری که حاج رضا ازش خواسته عمل کنه. قرار نبود من توی این خونه تک و تنها زندگی کنم. ماشین مقابل آپارتمان شهاب متوقف شد. یلدا تشکر کنان از کامبیز خواست که به منزلش بره، اما کامبیز قبول نکرد و همونجا نشست. یلدا اونو ترک کرد و وارد خونه شد. رفت توی اتاق و روی تخت ولو شد. از شدت خستگی سرش سنگین و پر از درد بود. چند دقیقه گذشته بود. یلدا خوابش نمی برد. از پشت پنجره یه نگاه به بیرون انداخت. ماشین کامبیز هنوز اونجا بود. تازه روی تخت دراز کشیده بود که صدای بوق ماشینی رو شنید. شاید شهاب بود. صدای صحبت 2 نفر اومد. با عجله از جا بلند شد و یواشکی از پنجره نگاه کرد. خودش بود. یه دفعه دلش ریخت. دوباره مضطرب شد و تلفن زنگ خورد. به سالن دوید
و گوشی رو برداشت. کامبیز بود. گفت یلدا خانم بیداری؟ بله. شهاب اومد. شما برو بخواب. بازم اگه کاری داشتی من در خدمت شما هستم. شبتون بخیر. خوب بخوابید. یلدا گوشی رو گذاشت و به طرف اتاقش دوید و در رو قفل کرد. دلش نمیخواست با اون روبرو بشه. صدای به هم خوردن در نشون میداد که شهاب اومده. اون یک راست پشت در اتاق یلدا اومد و اونو محکم کوبید. یلدا ترسید. صدای قلبش رو میشنید. سعی میکرد بی اهمیت باشه و بخوابه. صدای عصبی شهاب رو از پشت در میشنید که میگفت میدونم بیداری، در رو باز کن. یلدا بلند شد و به خودش نهیب زد. ترس براش چیه؟ مگه این لعنتی کیه؟ تو چرا در برابرش خودتو اینجوری باختی؟ اصلا اشتباه و تقصیر از طرف اون بوده که تا این وقت شب تو رو تنها گذاشته. صدای شهاب بلندتر و عصبی به گوش خورد. در رو باز میکنی یا نه؟ یلدا در رو باز کرد. چهره به هم ریخته و عصبانی و چشمهای خیره شهاب رو دید. قلبش تندتر از قبل میزد. موهای صاف و پرپشت شهاب روی یک طرف صورتش ریخته شده بود. برای چند لحظه پایین رو نگاه کرد. یلدا منتظر بود. از اون خجالت میکشید. اما دلش میخواست تو اندک فرصتی که به دست اومده اونو حسابی ورانداز کنه. شهاب سرش رو بالا گرفت و دوباره به یلدا نگاه کرد و گفت واسه چی به کامبیز زنگ زدی؟ اما تا یلدا لب باز کرد اون دوباره بلندتر از قبل گفت آره میدونم ترسیده بودی. تا به حال شب تنها نبودی. دیر وقت شد و از این چرندیات. یلدا سکوت کرده بود. نگاهش رو از شهاب گرفت و پایین رو نگاه کرد. شهاب ادامه داد ولی مگه تو قبلا فکر اینجا رو نکرده بودی؟ مگه من قراره توی تمام مدت توی خونه بشینم و از تو مراقبت کنم؟ مگه دوستای من چه گناهی کردن که؟ یلدا با التماس نگاهش کرد و گفت من نمیخواستم مزاحم دوستت بشم. نمیدونستم چی کار کنم. تازه من نمیدونستم اینجا باید تنها زندگی کنم. تو هم یه مسئولیتایی داری. شهاب که هنوز لحنش عصبانی بود گفت لازم نیست مسئولیتای منو به من گوشزد کنی. یلدا هم عصبانی شده بود و نمیخواست در برابر شهاب کم بیاره. گفت لازمه چون تو یادت رفته که قول و قرارمون با حاج رضا چی بود. حاج رضا دیگه نمیخوام در مورد قول و قرار حاج رضا چیزی بشنوم. روشنه؟ ببین اینجا همینه. من همینطوریم. دوست ندارم هر جا میرم دوره بیفتی و دنبالم بگردی. دیشبم بهت گفتم من زندگی خودمو دارم. تو هم زندگی خودتو داشته باش. یلدا احساس میکرد لحظه به لحظه بیشتر تحقیر میشه. از درون تحلیل میرفت. میترسید جلوی اون گریش بگیره و نتونه خودشو کنترل کنه. پس سعی کرد به حقارتش فکر نکنه و فقط جوابشو بده. اما نمیدونست چی بگه. چه جوری بگه. نمیدونست چرا در برابر شهاب دست و پاشو گم میکنه. چرا حرفی برای گفتن پیدا نمیکنه. شهاب باز هم مهلت نداد و گفت ببین من اگه نخوام تو رو ببینم باید چی کار کنم؟ یلدا که حالا عصبانیت رو به اندازه نفرت توی وجودش احساس میکرد داد زد مجبوری همونطور که من مجبورم. لعنت به من، لعنت به تو، لعنت به حاج رضا. برو هر جا که دلت میخواد. فقط کلید این قبرستون رو به من بده. دست و پای یلدا به لرزش افتاده بود. یه بغضی توی گلوش داشت که خیلی آزارش میداد. اما همه رو با نگاه عصبانیش به شهاب هدیه کرد و بعد انگار که فکر تازه‌ای توی ذهنش درخشید. نگاهش رنگ تهدید به خودش گرفت. نگاهی که پر از اعتماد به خودش و تصمیم جدیدش بود. شهاب متعجب از عصبانیت یلدا غافلگیرانه نگاهش میکرد. انگار که مسخ شده بود. یلدا چشمهای گربه‌ایش رو تنگ کرد و گفت یا نه برای اینکه هر دوتامون راحت باشیم الان میریم خونه حاج رضا و میگیم که نمیتونیم. اصلا به حاج رضا چه مربوطه؟ من دیگه نمیتونم ادامه بدم.
اونم باید قبول کنه. منم میرم دنبال زندگی خودم. پول حاج رضا هم برای خودش. دستهای بزرگ و قدرتمند شهاب که در اتاق رو گرفته بود آهسته سر خوردن و عقب کشیدن. شهاب دندوناشو به هم فشار داد. چنگی به موهاش زد و بدون اینکه حرفی بزنه یلدا رو ترک کرد و به اتاقش رفت. یلدا نفس نفس میزد. در رو بست و خودشو توی آینه نگاه کرد. بغضش ترکید و به حقه افتاد و روی تخت نشست و آروم گریه کرد. احساس میکرد داغ شده. نمیدونست چه خبر شده یا چه اتفاقی قراره بیفته. تنها اینو میدونست که خوب جلوی شهاب در اومده بود. آروم آروم با خودش حرف میزد و میگفت بیشعور فکر کرده من محتاج دیدنش هستم. چند لحظه بعد دوباره ضربه‌ای به در خورد. یلدا عصبانی با چشمای اشکی در رو باز کرد. شهاب یه قدم به عقب گذاشت و با یه نگاهی که خالی از عصبانیت بود به یلدا چشم دوخت و گفت فردا قبل از اینکه برم شرکت میدم یه کلید برات بسازن. برو بخواب. پنجره اتاقت هم ببند. و بعد بدون منتظر موندن و دیدن عکس‌العملی از طرف یلدا اونو ترک کرد. یلدا در رو بست. احساس عجیبی داشت. احساس میکرد گور گرفته. خودشو دوباره توی آینه نگاه کرد. سرخ و ملتهب بود. احساس عجیبی توی خودش میدید که براش غیر باور بود. دلش میخواست چیزی بنویسه. خواب از چشمش پریده بود. دفترچه خاطراتشو برداشت. اما یه دفعه یه چیزی به یادش اومد و با خودش گفت